سلام به همه. یک عکس رو امروز گفتم امتحان کنیم با هم که من چجوری ادیت میکنم. همجور که مشاهده کردید عکس نمای باز، اول به یک زوم 8x کردم و این کراپ در اومد. الانم با نرم افزار لایت روم، البته نسخه ای است که نسخه کاملشه و دسترسی به تمام تمپلیت هاش رو دارم. تمپلیت سینماتیک رو روش انتخاب کردم و یکم ادیت فقط اکسپوژر رو در واقع هایلایت و کنتراست ذره من جابجا کردم همجور که توی تصویر میبینید و در ادامه هم تکسچر و کلاریتی رو یکم زیاد کردم که جزئیات عکس بیشتر معلوم بشه و نویز رو کم کردم یکم به خاطر اینکه معمول عکسه که با گوشی میگیری یکم نویزی میشه وقتی زوم میکنی. همونجور که مشاهده میکنید عکس بسیار زیبا تغییر کرد با یک ادیت خیلی خیلی ساده. عکس نهایی رو هم با هم ببینیم. لایک رو فراموش نکنید.